بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. به راستی الله سخن زنی را شنید که با تو درباره شوهرش مجادله می کرد و به الله شکایت می برد و الله گفتگوی شما را می شنود. بیگمان الله شنوای بیناست. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. کسانی از شما که با زنانشان زهار می کنند بدانند که آنان هرگز مادرانشان نیستند. مادران ایشان فقط کسانی هستند که آنها را زاده اند. بیگمان آنها سخنی زشت و دروغ میگویند و همانا الله بخشاینده آمرزگار است. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. و کسانی که زنانشان را زهار می کنند سپس از آنچه گفته‌اند باز می‌گردند باید پیش از آمیزش جنسی با هم برده ای را آزاد کنند. این حکمی است که به آن پند و اندرز داده می‌شوید و الله به آنچه می‌کنید آگاه است. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. پس کسی که برده ای را نیابد پیش از آمیزش جنسی 2 ماه پیاپی روزه بگیرد و کسی که نمیتواند روزه بگیرد در آن صورت باید 60 مسکین را اطعام کند. این کفاره برای آن است که به الله و رسولش ایمان بیاورید و اینها حدود احکام الهی است و برای کافران عذاب دردناکی در پیش است. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. همانا کسانی که با الله و رسولش دشمنی می کنند خوار و ذلیل می شوند، همان گونه که پیشینیان آنها نیز خوار و ذلیل شدند و به راستی ما آیات روشنی نازل کردیم و برای کافران عذابی خفتبار در پیش است. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهید. روزی که الله همه آنها را از گور برمی‌انگیزد سپس آنها را از آنچه کرده اند با خبر می‌سازد، همان اعمالی که الله حساب آن را نگه داشته اما آنها فراموشش کرده اند و الله بر همه چیز گواه و ناظر است.
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. مگر ندیده ای که الله آنچه را که در آسمان ها و آنچه را که در زمین است میداند. هیچ نجوایی میان سه نفر نباشد مگر آنکه او چهارمین آنهاست و نه میان 5 نفر مگر آنکه او ششمین آنهاست و نه کمتر از این عدد و نه بیشتر مگر آنکه هر کجا باشند او همراه آنهاست. سپس روز قیامت آنها را از آنچه کرده اند با خبر می سازد. بیگمان الله به همه چیز داناست. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ای پیامبر، مگر ندیده ای کسانی را که از نجوا نهی شدند سپس به آنچه از آن نهی شده بودند باز می‌گردند و به گناه و تجاوز و نافرمانی از پیامبر با هم نجوا می‌کنند و هنگامی که نزد تو می‌آیند به نحوی به تو درود می‌فرستند که حتی الله با آن کلمات به تو درود و سلام نگفته است و آنها در دل خود می‌گویند چرا الله ما را به کیفر آنچه میگوییم عذاب نمی کند؟ جهنم برایشان کافی است که به آن وارد می شوند و چه بد سرانجام و جایگاهی است. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که با یکدیگر نجوا می کنید به قصد گناه و تجاوز و نافرمانی از رسول نجوا نکنید و به نیکی و پرهیزکاری نجوا کنید و از الله بترسید که به سوی او محشور خواهید شد. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جزی نیست که سخن پنهانی که موجب گناه و دشمنی می‌گردد از سوی شیطان است تا کسانی را که ایمان آورده اند با آنها گرفتار کند و در نتیجه اندوهگین سازد و حالان که او جز به فرمان الله نمیتواند هیچ ضرری به آنان برساند. پس مؤمنان باید بر الله توکل کنند. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که به شما گفته شود در مجالس جا باز کنید پس جا باز کنید. الله برای شما گشایش می آورد و هنگامی که گفته شود برخیزید پس برخیزید. الله
مقام و درجات کسانی از شما را که ایمان آورده اند و کسانی را که علم داده شده اند بالا میبرد و الله به آنچه میکنید آگاه است. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که می‌خواهید با رسول الله نجوا کنید، پیش از نجوایتان صدقه ای در راه الله بدهید. این کار برای شما بهتر و پاکیزه تر است. اما اگر چیزی نیافتید، بیگمان الله آمرزنده مهربان است. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. آیا از فقر ترسیدید که پیش از نجوایتان صدقاتی دهید؟ حال که چنین نکردید و الله از شما درگذشت، پس نماز برپا دارید و زکات بپردازید و از الله و پیامبرش اطاعت کنید و الله به آنچه می‌کنید آگاه است. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ای پیامبر، آیا ندیدی کسانی را که با قومی دوستی کردند که الله بر آنان خشم و غضب کرده است؟ آنها نه از شما هستند و نه از آنان و به دروغ سوگند یاد می کنند که مسلمانند، در حالی که خود می دانند که منافقند. اعد الله لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما كانوا يعملون. الله عذاب سختی برای آنها آماده کرده است، چرا که بیگمان اعمال بدی انجام می دادند. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. آنها سوگندهای خود را سپر بلا قرار دادند و مردم را از راه الله باز داشتند، پس عذاب خفتباری در پیش دارند. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هرگز اموال و فرزندانشان چیزی از عذاب الله را از آنها دفع نخواهد کرد. آنها اهل آتش دوزخند و جاودانه در آن میمانند. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. روزی که الله همگی آنها را برمی‌انگیزد، آنگاه آنها برای او نیز سوگند یاد می‌کنند، همان گونه که امروز در دنیا برای شما سوگند یاد می کنند و گمان می کنند که بر چیزی سودمند هستند. آگاه باشید و بدانید که آنها دروغگویانند. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شیطان بر آنها چیره شده و یاد الله را از خاطرشان برده است. آنها حزب شیطان هستند و آگاه باشید و بدانید که حزب شیطان زیانکارانند.
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. بیگمان کسانی که با الله و پیامبرش مخالفت و دشمنی می کنند در زمره خارترین افرادند. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله مقرر داشته است که یقینا من و رسولانم پیروز می شویم. بیگمان الله نیرومند شکست ناپذیر است. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ای پیامبر، هیچ قومی را نمیابی که به الله و روز قیامت ایمان داشته باشند و با کسانی که با الله و رسولش دشمنی و مخالفت می‌ورزند دوستی کنند، اگرچه پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خویشاوندانشان باشند. آنها کسانی هستند که الله ایمان را در صفحه دلهایشان نوشته است و به روحی از جانب خود آنها را تقویت و تأیید نموده است و آنها را به باغ‌هایی از بهشت وارد می کند که از زیر درختان آن جویبارها جاری است، جاودانه در آن میمانند. الله از آنها خوشنود است و آنها نیز از الله خوشنودند. آنها حزب الله هستند. آگاه باشید، بی تردید حزب الله رستگارند.